سلام، من عرفان بهرامی هستم. اینجا 80مین قسمت از برنامه چه خبر. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا هستین. برنامه که امروز بارگذاری کردم توی کانال دیدین، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دیدین، اگر ندیدین، این لینکشو میذارم بالا، برید حتما ببینید. گفتگو با مردم بوده، 10 دقیقه هم بیشتر نیست، تقریبا 11 دقیقه است. حتما کامنت بذارین اگر انتقادی پیشنهادی هستش نسبت به این نوع ویدیوها و گفتگو با مردم که بتونیم بهترش کنیم و بهتر پیش بریم سراغ اخبار و سوژه ها. اگه یادتون باشه چند قسمت قبل در رابطه با اراجیف امیددانا صحبت کردیم که اومده بود گفته بود فحش اصالت داره و فحاشی یه نوع مبارزه است و تقدس صدایی و از اینجور اراجیف که اومدیم حرف زدیم و دلیل آوردیم که اینجوری نیست و توی فرهنگ ایرانی اومد جواب داد، توی برنامه‌اش ویدیو ما رو آورد و شطرنجی هم کرد با این استدلال که این بچه مذهبی ها میان ما رو میزنن و میخوان از طریق ما برن بالا و سابسکرایب بگیرن و دیده بشن و اینجور اراجیف. یعنی خاک بر سر اون که بخواد از طریق تو دیده بشه و تو خودت ضد تبلیغی. کلی به من پیام دادن که حالا اگرم خواستی اسکرینشو واسط میفرستم که چرا با اینا درگیر میشی و سطح خودتو میاری پایین. تو فکر می‌کنی جایگاهی داری توی ایران؟ یعنی همونطوری که رضا پهلوی ها اینقدر دورن از فرهنگ ایران و جامعه ایرانی یا تفکر ایرانی، تو هم دوری. فکر می‌کنی خیلی مثلا شناخت داری نسبت به اون کسایی که برای تو فیلم میفرستن و مثلا توهین میکنن و فحاشی میکنن قبلا هم بودن. اون اینه که گوشی نداشتن، رسانه نبوده، رسانه‌ای نمیشده، ولی همیشه در طول تاریخ اینا بودن و سعی هم کردن، چه پادشاهانشون و چه حاکمانی که تلاش کردن اون کربلا رو شخ بزنن، نمیدونم توهین کنن، اسلامو مثلا نابود کنن و شیعه رو نابود بکنن و اینجور اراجیفی که امروز خودت میدونی که شیعه در حال تشکیل امپراتوریه و بسوز از این قضیه که تریبونت از دست دادی نسبت به این قضیه. الان باید بشینی فحش بدی و این خیلی برات سوزش داره. میدونم مجبوری بیای بشینی جلو دوربین برای چند تا جلبک مغزتر از خودت استدلال بیاری که آره ما قبلا میدونستیم داریم چیکار میکنیم، الان هم میدونیم. تو نه قبلا میدونستی چیکار میکنی، نه الان داری چیکار میکنی. ما اگه بنا به تبلیغات میدادیم اون آقای سیاه‌پوست که خانم زرین کلاه بهش تبلیغات داده بود، راضی بود از اون تبلیغات، بازدهش خوب بود، چطور بود؟ یکم راجع به این میتونی صحبت کنی برامون. و نکته ای که هستش اینه که ما 5 دقیقه صحبت کردیم در رابطه با این پوچ مغز، اومد 40 دقیقه صحبت کرد که مثلا ماسمالی بکنه و بگه که نه این داره اشتباه میکنه و ما تغییری نداشتیم و از اول هم میدونستیم داریم چی کار میکنیم. آره تو خیلی میدونستی داری چی کار میکنی، فکر میکردی یه اتفاقی داره میفته و مردم داری از دست میدی و سریع موضوع رو تغییر بدیم. کاری به این ندارم. حالا بیا بشین جلو دوربین به مخاطبات بگو که نه اینطوری نیست و من از اول میدونستم دارم چیکار میکنم و الان مثلا نتیجه رو دارم برداشت میکنم ارواح عامه. نکتهش اینه که اومد گفت خلاصه و چکیده این 40 دقیقه حرف اراجیفش، اومد گفت که من قبلا اصلا گیریم شکر خوردم، الان فهمیدم دارم چیکار میکنم. خب اون مخاطب جلبک مغزت نمیفهمه که قبلا وقتی شکر خوردی الان هم ممکنه داری شکر میخوری، پس فردا ممکن نیست بیای بگی که خب من بازم شکر خوردم. یعنی چی حساب میکنی مخاطباتو؟ من کاری ندارم، یعنی ای کاش از اون طیف گسترده مخاطبان فهیمت برا ما میومد و ما استفاده میکردیم ازشون. به درد من نمیخورم مخاطبای تو. میدونی چرا؟ چون مخاطبای من دنبال منطقن، دنبال استدلالن، ولی مخاطبای تو دنبال فحاشی ان. یعنی باید بشین اونجا براشون فحش بدی، یعنی 4 تا فحش بدی به اینور و اونور، به مقدسات دیگران توهین بکنی که برنامه تا 4 تا ویو بگیره، $4 گیرت بیاد، نمیری از گشنگی. همین. یعنی کار دیگه ای که تو نمی‌کنی که مثلا میای تحلیل ارائه میدی، نه 4 تا اراجیف دروغ و راست به هم دیگه میبافی برای اینکه مخاطبت رو راضی نگه داری و ما خیلی فرق می‌کنیم ما هم دیگه. کل این 40 دقیقه هم که بدون منطق، بدون استدلال، بدون دلیل درست درمون، نه جواب به سوالات ما داد نه هیچی، همین عبور کرد و رفت و بعدش هم گفت هنوز فحش با اصالت. و این اصالتی که من میگم منظورم اصالت فرهنگی نیست، منظورم اصالت یه چیز دیگه است. از خودت در بیار، کتابم راجبش بنویس، بگو مثلا چه دینی مثلا با فحش از بین رفت، چه حکومتی هم با نشستن و فحش دادن از بین رفت. و قبل از اینکه یه ویدیو برات بذارم اینم بهت بگم حاکمان و پادشاهانی بودن در طول زمان که میخواستن اونجا رو شخ بزنن، آب فرستادن، آبیاری کردن که نابود بکنن اثر کربلا رو یا اسلام رو یا هر چیز دیگر رو، ولی اونا که شکر خوردن و رفتن و هیچ اثری ازشون نیست. امثال تو هم همینید. فکر کردم مثلا بشینی فحش بدی، مثلا تقدس صدایی میکنی، اتفاقا داری برعکس عمل میکنی. اگر یکم این دوگوله رو به کار بندازی میفهمی که داری برعکس عمل میکنی. و اما در آخر گوشتو بیار جلو، میخوام خودت تو گوش خودت یاسین بخونی.
یعنی هر جور مشکل داری با اسلام، با جمهوری اسلامی، با حجاب اجباری، با هر چیزی که مشکل داری و شاید هم حقت باشه، ولی حقت نیست تاریخ ایرانو یک مقدار خونده باشی و نفهمی خامنه‌ای چی کار کرد. این سطح تسلط روی یک رئیس جمهور ابرقدرت عالم بشریت و این گونه در عرصه جهانی اینا رو بازی بده. 2 کیلو ماست بگیر بیا اینو هم جمع کن. بریم سراغ ادامه نقل. از شهرام همایون بشنوید. شما در خارج از کشور با یک پدیده مواجهی به نام فقر وحشتناک. در امریکا مشکل فقری ما تو آمریکا نداریم، اقتصاد قدرتمنده، خیلیشون خارج از ایران هستن. فقر پنهانی تو امریکا، فقر وحشتناک تو امریکا. شما اگه تو ایران بودی اجاره خونه عقب میافتاد، چند تا آدم میشناختی که میتونستی بری ازشون پول قرض کنی؟ در حد خانواده دیگه 10 تا میشناختی، پسر خالی باشه، مال پدر نداشت، مادر نداشت، خواهر نداشت، برادر داشت، نه پسر عمویی پسر داشتی دیگه. تو امریکا که داری زندگی میکنی، خدا نکنه این وضعیت برات پیش بیاد، چند تا آدم میشناسی که بتونی بهشون رجوع کنی؟ 3 نفر حداکثر. اون 3 نفر مطمئن باش مراجعه کنی 2 تاشون تو زر ازام در میاد. اینجا فقر وحشتناکه. اینجا تو اگه اجاره خونه‌تون ندی، باید کنار خیابون بخوابی. تو ایران یه خونه پسر عمه، اینجا خونه من نمیتونی بیای، بلکه امکاناتشو ندارم. شما در امریکا با آدمایی طرفید که معطل 100 دلاری ان. خاطراتی تو این زمینه میتونم براتون تعریف بکنم، وحشتناک. کاش حکومت ایران رو میدادن دست آمریکا. با این حال باز اینا دست بردار نیستن و حالا چند وقت حمله کردن به شهرام همایون و میگن که تو مشکل داری و از عوامل جمهوری اسلامی است. گفتم بارها وقتی اون طرفی هم باشی و یه چیزی به نفع جمهوری اسلامی بگی یا به نفع ایران بگی، از واقعیت ها بگی یا بر ضد آمریکا بگی و بر ضد اروپا بگی، میندازنت کنار. یعنی براشون فرق نمیکنه که مثلا چند سال داری در اپوزیسیون فعالیت میکنی بر ضد جمهوری اسلامی، کافیه که یه چند بار از این حرفا بزنی و میشی مزدور جمهوری اسلامی و خودشون خودتو حذف میکنن یه جوری که باورت نشه. و حملاتی که دارن میکنن به شهرام همایون بی سابقه است و رویا فروشی که میکنن آره آمریکا اینجوریه و قراره مثلا رضا پهلوی بیاد برای ما این کار رو بکنیم مثل آمریکا بشیم و این واقعیتی از زبان شهرام همایون. یه ویدیو گزارش از BBC فارسی ببینیم، خیلی مهمه. به گفته رؤسای پلیس سالانه حداقل 2 میلیون زن و دختر در انگلستان و ولز قربانی خشونت میشوند. به گفته پلیس روزانه 3000 مورد از این نوع جرایم ثبت میشود، اما آمار و ارقام نشان دهنده بزرگی مشکل نیست، چرا که بسیاری از قربانیان از مطرح کردن واقعیت واهمه دارند. استوکینگ، ایجاد مزاحمت مستمر، آزار جنسی کودکان، خشونت خانگی، خشونت جنسی. بنابر آمار تکان دهنده شورای ملی پلیس بریتانیا، اینها شماری از تهدیدهایی است که زنان و دختران با آن مواجهند. این گزارش نشان دهنده میزانی از خشونت است که آن را وضعیتی اضطراری در سطح ملی توصیف کردند. بنابراین آمار پارسال بیش از 1 میلیون جرم خشونتبار علیه زنان و دختران در انگلستان و ولز ثبت شده. این یعنی 20% از کل جرایمی که پلیس ثبت کرده. از 1 میلیون بگیم مثلا 100,000 تا مهسا امینی، نه یا نمیخواد بگیم اما 1 میلیون مهسا امینی، اما 100,000 تا کافیه. چرا صدا از هیچ کس در نمیاد؟ چی شد؟ چرا مگه اونا زن نیستن؟ مگه اونا در یک جامعه زندگی نمی‌کنن که مدعی دموکراسی و آزادی و جایگاه بالای اجتماعی زنان و از اینجور حرفا هستن؟ چرا صدا از کسی در نمیاد؟ مگه اینا قرار نبود در پس زن زندگی آزادی یه همچین الگویی به ما بدن که ما بریم و شروع کنیم این مسیر رو که زنامون آزاد باشن، پوشش اختیاری داشته باشن و در پس این پوشش اختیاری زندگی راحتی داشته باشن و در پس این زندگی راحت آزادی اجتماعی داشته باشن و در پس این آزادی اجتماعی جایگاه بالای اجتماعی رو کسب بکنن و مثلا جایگاه خودشون رو که گم کرده بودن پیدا بکنن و نتیجهش میشه این که ما یه مسیری رو شروع کنیم بریم که اینا رفتن و نتیجه شده 2 میلیون خشونت، 1 میلیون خشونت و نمیدونم حالا اون عناوینی که خودشون میگن تجاوز جنسی و اینجور حرفا. یعنی مسیری که ما بخوایم شروع کنیم، مثلا یه عده‌ای میخوان که شروع بکنن، باید به اینجا ختم بشه. این کرامت زن و جایگاه اجتماعی زن اینه. کاش بیاد زن زندگی آزادی ما رو ببره به این سمت و سو. حیفه این جایگاه رو ما از دست بدیم و اینا کاش بشن الگوی ما. کاش حکومت ها بدن دست بریتانیا بتونه مدیریت کنه خشونت رو. حالا 100,000 تا مهسا امینی بینشون نیست، 100 تا هست. چرا صدا از کسی در نمیاد؟ چرا مملکتشون به هم نمیریزه؟ چرا فریاد زن زندگی آزادی در دنیا بلند نمیشه موهاشون رو قیچی بکنن وسط اجلاس ها؟ چی شده؟ چرا صدا از کسی در نمیاد؟ بریم سراغ خبر بعدی. خونبارترین انقلاب کجا اتفاق افتاده؟ یعنی این تعویض قدرت و انتقال قدرت از یک حکومت به حکومت دیگری کدومش خونبارتر بوده؟ من میخوام بهت بگم نه، خود BBC دوباره.
همونطور که از صحبت‌های شما برمیاد شاهد دو فروپاشی دو نظام کاملا متفاوت بودید، یکیش نظام سلطنتی یا شاهنشاهی در ایران و یکی دیگه هم نظام کمونیستی در اتحاد شوروی. از دید شما که الان نگاه می‌کنید با این همه مشاهدات کدومی که فجیع‌تر بود؟ بی تردید ایران بسیار بسیار فجیع بود. ما اون در حقیقت کشتار بسیار بسیار چشمگیر گسترده روزها، ماهها، هفته‌های آغازین انقلاب رو در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به هیچ وجه نداشتیم. من در اون زمان میتونم یاد بیارم که در اتحاد شوروی اون زمان من فقط در مسکو یا لنینگراد اون زمان نبودم، همه جا در حقیقت خیلی علاقه‌مند بودم ببینم به عنوان شاهد اینی ببینم که مثلا چگونه این نظام در حقیقت 70 اندی ساله داره فرو میریزه. و اما این ابعاد آنچنان خونباری که در ایران گرفت به خودش نگرفت. بنویس اینم مزدور جمهوری اسلامی قبول نیست حرفش. شاید چرا اینو آوردم؟ یه توهمی بین سلطنت طلبا و نوجوانا که آشنایی ندارن با زبان پهلوی هستش که شاه برای اینکه خونریزی نکنه پا شد از مملکت فرار کرد و الا میتونست بمونه و حکومت خودش رو نگه داره با زور و استبداد و فلان، بعد در نتیجه هم بگیرن که این حکومت جمهوری اسلامی ظالمه و استبدادی و فلان و خونریز و اینجور داستاناست. اینم که سند خود BBC داره میاد میگه که خونبارترین تحلیلگر خودشونه دیگه، میگه خونبارترین انقلاب ایران بوده و اینم بذارید کنار، اصلا اینو قبول نکنید. این چی؟ نمیخوام که تاج و تختم رو با روی خون هموطنانم نگه دارم. دقیقا این حرفی که پهلوی‌ها الان دارن میزنن اینه که شاه نمیخواست روی خون هموطناش وایسته و حکومت برپا کنه و از اینجور اراجیف. ببینیم مردم اون زمان توی مصاحبه چی میگه. اون مردم هم مزدور جمهوری اسلامی هستن. بنویس. یکیش از زیر پای خود من رد شد که ایشالله ولیعتش بمیره. ما جوونا رو داشتیم جمع می‌کردیم، جوونای 20 سال، 22 سال، 23 سال، همه شهید، همه تو مغزاشون زدن. و امیدوارم به روح رسول الله، به روح خدا، به روح تمام شهدا خدا را قسم میدم الهی شاه ولیعتت بمیره. الهی که بچه هاش بیاد ایران شکنجه بدن تا ببینه چجور شکنجه کشیدیم ما. برای چی؟ برای تمام بستگان ما، همه برادران ما شهید شدن. چرا؟ دیروز اگه بچه هاش گیر بیارم تیکه تیکه بکن. ولی امیدوارم باطن امام زمان شاه نمیره ولی بدنش کرم بذاره، ما همه توپ به بدنش بیاندازیم. چقدر مردم اون موقع دوست داشتن شاهو، دعای خیر میکردن براش. و اینم از گفتگوی خود مردمی که شهید داده بودن برای انقلاب و این همه خونریزی شده بود. برای ادامه اون حرف تحلیلگر BBC که گفت خونبارترین انقلاب ایران بود. و این تیتر رو ببینیم از اینترنشنال انگلیسی. گفته که اگر من ترور شدم امیدوارم که آمریکا ایران رو از زمین حذف بکنه و محو بکنه. و اینترنشنال فارسی اومده تیتر رو یکم عوض کرده، چیز خاصی هم نیست. گفته که اگر جمهوری اسلامی ما رو ترور کرد امیدوارم آمریکا رو محو کنه. توی انگلیسی گفته ایران، توی فارسی میگه جمهوری اسلامی. و چرا داره این حرف رو میزنه؟ چون ترامپیستای ایرانی اومدن گفتن که ترامپ قراره بیاد با جمهوری اسلامی درگیر بشه و مخالفتی با ایران نداره، مشکلی با ایران نداره، مشکلش با جمهوری اسلامیه. ای کاش ترامپ بیاد و ما رو نجات بده و جمهوری اسلامی رو از بین ببره. و ترامپ گفته ایران کلن از بین بره، یعنی کاری به جمهوری اسلامی نداره. و اون احمقی که فکر میکنه ترامپ قراره بیاد مثلا درگیر بشه با جمهوری اسلامی، موشکایی که میفرسته میان بالا سر مردم اینجوری وای میسته، اینجوری میچرخه، سوال میکنه، میگه که خب تو بسیجی حزب اللهی هستی، طرفدار جمهوری اسلامی هستی یا نه؟ اگه گفت آره میره میخوره تو سرش، اگه گفت نه میره باز دوباره کوچه بغلی میگرده، این حزب اللهی رو میگرده پیدا میکنه، موشک میخوره تو سرشون. اینجوری فکر میکنن بعضیا، یعنی دوگوله خاموشه. علی کریمی یه دیداری داشته با کی؟ دیدار رئیس جمهوری آلمان با علی کریمی دیپلمه همراه با تأکید بر حمایت از معترضان ایرانی. دیپلم هم نداره، فکر کنم تا دوم دبیرستان خونده، کاری نداره. رفته با رئیس جمهور آلمان دیدار کرده، بعدم تأکید کرده بر حمایت از معترضان ایرانی و زن، زندگی، آزادی. که چی؟ که آقای رئیس جمهوری آلمان بیا از اینا حمایت کن. و
زن زندگی آزادی رو حمایت کن، اینا رو حمایت کن. بعد چی شده؟ توی خود آلمان درگیری ایجاد شده. پلیس آلمانی با موش زد تو صورت زن زندگی، این هم برای آزادی، این زنه، این زندگی، این هم آزادی. بله تو اگه اونجا ریش گرو گذاشتی علی آقا، میومد یه ریش هم گرو میذاشتی واسه زنای خود آلمان، این رئیس جمهور آلمان کاری بکنه براشون، اینجوری مورد خشونت پلیس واقع نشن. شما که ریش نداشته تو گرو گذاشتی، برای دفعه بعدی هم که رفتی دیدار کردی یه ریش هم برای این خود زن بدبخت آلمانی بذار که اینجوری مورد خشونت پلیس قرار نگیرن. دم رفقایی که تا اینجای برنامه دیدن گرم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از برنامه. حمایت های شما باعث میشه که برنامه قوی تر پیش بره و ما با انگیزه و انرژی بیشتری ادامه بدیم و من واقعا ازتون ممنونم. خدا یار و نگهدارت.